سلامونه گرانملگرو. بالاخره ویدیوی کمخوابی و بخوابی رسید. خب وقتی که ما میخوابیم هوش از سر ما میره، وسط چشمای ما پد میشه، اما تمام سیستم های دیگه بدن ما بیدار است و این خوابیدن 7 تا 8 ساعت لازم است که توازن صحت بدن ما نگاه شوه. وقتی که ما به مرور زمان همیشه کم میخوابیم یا بیدار هستیم، امی سیستم ها مثلا سیستم هاضمه و سیستم مغزی، بسیار سیستم ها در بدن موجود داره. این سیستم ها درش تخلل ایجاد میشه که باعث مریضی های گوناگون میشه، مثلا خطر مرض شکر، خطر مرض افسردگی، دیگه فشار بالا و یو نیمت. بسیار مریضی ها ما را میتونه بگیره و حافظه ما خراب میشه، احساسات ما، تصمیم گیری ما و حتی در آخر ما خواندم که مرد به اصطلاح از مردانگیش میتونه بانه تولید اسپرم و زن از تولید مثل، که این پروبلم کمخوابی و بیخوابی رو باید بسیار زیاد جدی بگیریم. خب کمخوابی 80 نوشت در طبابت تشخیص شده که من صرف راجع به 2 تاش رو باش صحبت میکنم. یکیست که انسومنیا است که در انسومنیا ما را خو نمیبره، بسیار مشکل داریم و یک خوام که ما را برد بسیار بیدار خو میشیم. و دیگهش به نام سلیپ اپنیا است که تنفس ما و خواب ما یک تضاد دارن که این اشخاص هم چاق هستن، هم خور میزنن، هم وزنشان زیاد است که باید پیش دکتر برن. بعد از تشخیص برشان یک ماسک میده به نام سی پاپ یاد میشه که بعد از او باز اینا جور میشن. دیگه خود ما باید چی کار کنیم؟ کل ما خبر داریم که دوای خواب وجود داره و دوای خواب بسیار خطرناک میتونه باشه وقتی که خودسرانه بگیریم و یا خودسرانه قطع کنیم، مثل دوای دپرشن هست. و دیگه ای که خود ما باید یک وقت معین به خواب خود داشته باشیم. مثلا اگه ساعت 10 خواب میکنیم، ساعت 8 میخیزیم، همین رو باید ادامه بدیم که یک تقسیم اوقات یا یک روتین به ما جور شود. دیگه کافی و الکل و مثلا چای سیاه تیره را چند ساعت پیش باید قطع کنیم. میتونیم که دوای چای گیاهی نوش جان بکنیم. جای خواب ما صرف به خاطر خواب یا فعالیت جنسی باشه، نه اینکه در او بیشی کامپیوتر نگاه کو، فیلم سعی کو، خواب کو، در موبایلت باش. دیگه گفتم که اتاق خواب باید سرد باشه و تاریک باشه. و دیگه ای که میتونیم که بعض امراض هم داشته باشیم، مثلا بعض ویتامینا کمبودش داشته باشیم که شما میتونین سال یک بار اقلا خونتان چک کنین، هورمونایتان چک کنین که و حتی امراض گردن میتونه شما رو نمیخوایم